عید قربان را برای همگی شما تبریک میگم. دوستان امروز جمعه تاریخ 8 جوزا مطابق 29 می در منطقه کمرک در شینیه قرار داریم. عزیزان شما میبینید که ما در یک سایه بسیار همونطور خنک سر سبزه ششتیم. یک جای بسیار مقبول این منطقه در راه ها، ولی از که تنگ است و اینمی ملک از موست دیگه. خب هر صورت باید سنمزی زحمت بکشی، باید دمیره جور کنی، رایش را، آوش را، سرکش را. اینمی مشکلات هایی که داریم دیگه. خب هر صورت مورد دشت ملک نیست، یک منطقه است که هر جای خب بعض وقتا او مانی رفت آمد ما میشه، او مشکلات ایجاد میکنه، او مریض مو از او تیر نمیتونه که دکتر برسه. بسیار وقتا بوده که موترهای ما نتونسته که در منزل خود برسد یا بار خود انتقال بده. پس در اینجا یک تعداد دوستایی از کمرک که مقیم خارج هستند و اینا تصمیم گرفتن که یک وای پول در این منطقه بسازه. یا ما تقریبا در آخرای ماه مبارک رمضان بود، آمدیم منطقه را دیدیم. بعد از او سر از بسیار بگو مگوهای بین دوستایی که در خارج هستند در داخل هستند شدن. خب سر نقشه کار کردیم، سر براوت کار کردیم. چندین بار کم و بیش تغییرات هایی که آمد، چون پول فعلا موجوده 3 متر است چوبی و این ما هر قدر که فکر کردم این پول اگر ما به این اندازه تنگ و باریک بسازیم این جوابده چیزی که فعلا موجوده چوبیه و این واقعا پول جوابده برای آینده نیست، چون از این به بالا تقریبا 1.5 ساعت راه موتر هست تا کندیلیر که سایه مالستان میشه. گرچه کمرک هم سایه مالستان است، یک قسمت زیادش سایه مالستان است، ولی قومی از جمع برادرای جاوری میشن. خب به هر صورت دیگه ما اینجا سنجش کردیم که چون پولم به صورت متقاطع نمی آمد مطابق سرک و مطابق او، ما پول باید مطابق جریان او و همچنان سرک باید بسازیم که پول در واقع لوزیمه به شکل یعنی چارکنجی کچ که موترها در اینجا زاویه دار که موترها باید در اینجا در بغل از این برخورد نکنه. خب ممکن 100% مطابق سرک چون نخواد بید، چون سرک تقریبا موازی با او است. خب به هر حال در اینجا خلاصه ما در این نظر شدیم که حداقل آبرا را در حدود 8 یا 9 متر بگیریم. 8 یا 9 متر از این ممکن 5 یا 6 متر عرض پیدا نه، که حداقل اونمو بعضی درخت هایی که مردم در نزدیک او شانده یک روزی که سیل میشه، خب سیل خطرناک است، درخت میکنه و شاخچه رو میاره و مثلا چوبای مردم رو میاره از کو بسیار جنگل تگپار میاره که پول ما بند نشود. این پول که ساخته میشه باید اینجا این پول مسدود نشود، از زیرش باید اینمی موادهایی که سیل میاره باید این رد شود. خب به می ارتباط خود سنجش دیم که پایه و مو پایه فقط 1 2 یا 3 متر ما اگر سلب از زیر اضافه کنیم قضیات تفاوت در نرخ نمیه، چون دیوار استنادی بالاتر از 65 متر دیوار استنادی دارد. 10 متر ما 2 طرف از زیر 4 طرف از زیر باید وینوال بگیریم به خاطر حفاظت پل. نگه بنان گفتیم که یا کار شود که سیخ‌های اساسی در اینجا نه قطع شود نه پیوند شود. یک سیخ اساسی باید برسه که تقریبا سیخ‌هایی که میایه فعلا 11 و 70 است. 6 سانتی دو طرف از این قاط میشه 1.20 که 1.20 باز از 11 و 70 کردیم تقریبا 2.5 میمانه که پشت ما پول 2.5 گرفتیم تقریبا 75 سانتی. فکر میکنم که سر کپینگا میه که 75 1.5 متر 1.5 متر از 2.5 کم شدن، اون تقریبا 9 متر اونمو آبرو از است که البته از پایان آمده. ما 9 متر آبرو داشته باشیم که در واقع 6 متر یا حدودا دمی حدودی اگر مستقیم اگر بگیریم اینقدر در نظر میره. ولی خوب است که درخت و بعضی چیزایی که در آینده اوگ میاره باید از زیر آزادانه عبور کنه. و در اینجا عمق از این حدود 3 متر از قسمت امیال جریان او با پایین گرفته شده
عمق تهداب 4/6 سپلای زیر نظر گرفته شده که ما مطابق سیخ‌های ما باید ضایع نشود. اگر سیخ 3 منتی کنیم یا 3 قاط کنیم 4 متر میاد. امرای بعضی کواری که در نظر گرفته شده اگر 2 منتی کنیم 6 متر میاد. یعنی پس 4/6 2 منتی کنیم به درازی شی 3 منتی کنیم به عرض زی و سپلا هم 50 سانتی ضخامت از میاد. دو طرف سپل از زی یا نمو فنداسیونش که ایرانی ها میگه یا فاوندیشنش و از خود سپل سیخا کشیده میشه مستقیم تا بالا. چون بعضی نقشایی که سابقا یا به حساب چند سال پیش دولت میداد خصوصا وزارت انکشاف دهات یا وزارت فاوید ما تا مو وقتا سر از اعتراض داشتیم اونا قبول داشتن. شما میبینید که مال پیش خانه شهادت سنگ ماشه تنها سنگ کار کرده. آینده فکر که در یک زلزله در یک مشکل همون سنگ تاپ خواهد آورد که یک پول ما دقیقاً در این روزا در منطقه کوسایه مالستان میشد. در منطقه خیرو 2 پول ساخته بود دولت که از مابین میده شده. تقریبا عکس پیش ما است در حدود 10 سانتی سنگ از دیگه فاصله پیدا کرد. یک شممی کار کرد سیخ نداد. یک طرف از زیر تقریبا 3 سال پیش یا 4 سال پیش یک سیل آمد از منطقه سیرو شرداغ یک طرف برد. بالاخره مردم یک کار کرد که پول پس به جایش یک رقم برابر کرد با یک مصرف بسیار کلان. خب ما در تلاش هستیم که چون سنگ اگر کار کنه سنگ باید مته کاشه. مته این باید سرپس این پایان از بسیار تنگ میشه بالای از پراخ میشه. ما کار منیم که باید سرراست شود که تا مقدار اور باید اینجا گوبر بیده از خود چون از بین سیخ پیر کردیم دیگه این مشکل خلاص میشه دیگه سنگ ما میدان نمیشه و سنگکاری کم میگیریم. سنگکاری را در اون صورت ما باید 6 متر هر سنگکاری رو بگیریم کم تا سر را کم کرده بریم. ما سنگ به اندازه 4 بسیار کم فاصله میدیم کم میدیم 3 متر عرض از این از ما بین از این سیخا را زیر میکشیم تا سر را. در کپینگ اینجا باید محکم شود که اگر خدای نخواسته که کدام سیل اگر میایه اگر کدام سنگ هم میزنه اگر مکمل سیخ را اگر قطع کنه خوش رای علیده است که بیخی محال است. در غیر از او دیگه انشالله کدام مشکلی پیش نمیاد و ما مطلق سنگکاری خود به صورت شاولی میگیریم و سیخای پایان با سیخای بالا باید وصل کنیم که یک از کارهای بسیار اساسی است که فعلا نتیجه بسیار خوب داده و در آینده در اثر زلزله یا در اثر جریان آب شدید طغیانی کدام آسیبی نمیبینه. فقط تمام چیز ما همیشه گفتیم که در کیفیت کار است. کیفیت کار باید بالا ببریم. بسیار وقتا ما انجینیر که هستیم شاید یک دیزاین کنیم بسیار ناوقتا یا بسیار دیر از وقت دفعه بیایم سیل کنیم. کار اگر متوجه نشد در یک روز هم خراب میشه. یک روز هم اگر کسی نباشد یا مثلا صحیح توجه نشود سیخکاری خوب سیخبندی خوب صحیح نشود اما سنگکاری هم صحیح صورت نگیره اونجا منطقه ممکن است که بره. و چون از اینکه پول است پول باید ما بسیار به صورت 100% یا به صورت بسیار محکمی که نرم آخرین کاری رو در نظر بگیریم. چون پول که ما میسازیم دیگه سال دیگه نمیگه که والله این پول ما خراب بود این خوبتر بسازیم سال دیگر خوبتر بسازیم. نه یک بار بسازیم باید برای 10 سال باید برای مردم حاصل داشته باشد. پس در اینجا دوستا و بینندایی که ما را میبینن ما خود تقریبا شاید بالاتر از 1000 پول مثلا در ساحه بغلان تا میمنه و فاریاب می رقم در مالستان می رقم تا ساحات بغلان در ساحه جاغوری خو اکثر پولا را ما ساختیم و تا این طرف بدخشان شما دیدید پل هزاری کمالستان پل طرف یعنی سال گذشته تقریبا 5 ماه پیش افتتاحش بود 20 متر طول 18 متر آبرو در منطقه شفتل ولسوالی زابل همین رقم پل دوستی. خب فعلا هم چند پل دیگر زیر پلان است که باید بسازیم در منطقه بیسود در منطقه گوشوای شارستان در گیروی شارستان و 2-3 پل دیگر هم در جاغوری و ساحات دیگه هم در ساحه زابل منطقه لاغرزمی هم در پلان است که اونا امکانات کم است و پلان داره که باید رو بسازه. خب تلاش ما است که دوستا بیننده عزیز و مردمی که در اینجا هستند فقط
ما قبلا گفتم که ما همیشه 24 ساعت سر کار نیستیم. در قسمت نرخش یا کسایی که قرارداد میکنه خب کوشش شود که قرارداد مناسب باشد. ما نمیگیم که شما به توان کار کنید، حداقل کسایی که میای اینجا یک لقمانان هم در پالویش باید داشته باشد، ولی کیفیت کار ما هیچ وقت هم برای مردم مراعات نمیکنیم. چون پول ما اگر مراعات کنیم صبح هر مشکلی که پیش میاد باز کلگی پای پس بکشه، باز موضوع میگه ولی انجینیر همی کار کرد. چون در پایجلگه لومو بنا ما دیزاین کردیم، تمام گپار خلاص شد. یک انجینیر آمد گفت بر زیر 78 متر ما بر زور گرفتیم، قانونی ما رقم. یک کسی آمد که والا انجینیر بسیار خود پوف همونه 40 متر چرا نگرفت، و در این نرم نیست. همین مردم پایجلگر گفتیم که بیت انزی خاک انزی مواد استفاده کنیم. نه ما این قرارداد که وقت پیسه هم نداری، دال پیسه زیاد داشتیم. همین سال بعضی جای از او داد. باز چون ما قدرزیا خود مردم منطقه خبر بود که ما قدرزیا قرارداد کردیم که این مواد بیاریم، این مواد ما قبول ندارم. بالاخره همزو مواد گیل شیرگیل آوردن. خب او یک مقدار زو او داد. پس آن یک تعداد که خبر نبود از بیرون میگفت والا این کار انجینیر است. ما حالی که ما اونجا انجینیر دیگه گرفته بود، ما سر کار از اول تا آخر 2 بار رفتم، از 3 بار رفتم، چون ما دیزاین کنیم وقت هم نداشتیم. یا عالم از برادرایی که در داخل منطقه سر سفیده هستند، ما خوشحال هستیم که مردم امروز سر یک کار نیک و خیر جمع شدن. فقط در تقاضای ما، آرزوی ما است که در قسمت کیفیت کار به اندازه تلاش کنند. آبدهی سنگ باید خوبتر چنده شود. سنگ همیشه 2 سانتی تا 3 سانتی از همدیگر باید فاصله داشته باشه. بدبختانه در منطقه متخم سنگار خوش میشینه سرش یک بلات کشید. اونو بدی کارم میاد. سنگ باید 2 الی 3 سانتی، این سنگ در پشت سر زمین 2 الی 3 سانتی باید سنگ از 4 طرف باید با ملاد یا مساله باید پر شود. بیگاهی اگر ناوقت میشه سر زیر باید سیمت کش نکنه. سوبکی کامت سیمت کش کنه که تا سنگ تو سر زمین این چسبیش پیدا کنه. یه ما بگاه که اگر این سیمت یا مثلا اون مساله رو کش کنیم صبح دو سنگ سر زیر نمیگیره بره. سر زیر باید لوج بله. صبح کامت اول ملاد خود بندازه، ملاد هم زیاد نه تا آخر ره. 2 متر انداخته ملاد قاصن سنگا چنده شود که از پشت هم باید سنگ چسبیش پیدا کنه. اینی سنگکاری اساسی میگه 38% 1 متر مکعب سنگکاری تنها مساله مخه. از نگاه قانونی ما سنگکاری کنیم، ولی بدبختانه در این ملگا رقم نیست. سنگار خوش میچینه یک کش من سرش دو نمیگیره، او رو از اول کشن تا آخر باز دوباره سنگ خوش سر از اون میاره. یعنی بسیار متوجه باشد. سیخا تلاش کنه که در جای باید گفته. ما چند سال پیش نمیشه یک پل در چی جرم شد، سلپایش میالم شما دیدید از بدولم قرارداد شد تا شنیده را. یک روز آمدم در پالی خانه صداقت سلبار ریخت منه. یک انجینیر به نام رضایی میگره از یک شرکت هم بود، از شرکت مردمای پشی آریا مسکن، سیخ در جای دیگه در تاب نزد اینجا انداخته. خب این کانکریت انداخته. مات من امیر که برد اینجا ایشتی سلب است. امی از زیر میدانه یا سر میدانه؟ یک از زیر میدانه. اولین سیخ اگر میده که سیخ نگره او سمت گرفته نمیتونه نه. یعنی دون تقریبا 15 سانتی تای د سیخ خود مسند همین چگیز یا درز از تقریبا 2 سانتی خود کلان من. سیخ باید دینی باشد حداقل یک 2 الی 3 سانتی فقط دی پوش زنگ نزنه. این به این شکل باید باشد. خب بالاخره همون کار اینا دوباره انجام دادن. یک تعداد سلبایی که بردن دمونج که ماندن حتی در بردن میده شد، چون سیخ در جای خود نافتاده. خب در قسمت سیخ یال فلان زیادتر وطنی شده. بازم کوشش شود که سیخ ملی استیل یا سیخ خان استیل، همین 2 سیخ بسیار خوبش هست. دیگه سیخ ها کیفیت خوب نداره و سیخ های CO2 ایرانی پیدا نمیشه. اگر پیدا شوم زیاد زنگپور، چون از زمان جمهوریت به این طرف سیخ های CO2 25 کم میه. اگر بیتانن که از شاروالی کابل، چون ما پارسال همین رقم مشکل سیخ داشتیم، بسته هرات، مزار، قندار، کابل گشتیم، سیخای CO2 پیدا نتونستیم. بالاخره از شاروالی کابل پیدا کردیم. اونا گفتن که ما به مون نرمی که ایران میسازه سیخای اصفهان است، ما دمی کارخانه نرم دادیم. همین پلایی که ما فعلا در افغانستان میسازیم امروزی سیخای وطنی منتها با مون نرم ساخته شده. باز ما از اونا آوردیم. این پل هم تقریبا 20 متر بود، پشت 20 متر. بسیار خوب نتیجه داد.
یعنی استاد نسیم از اینا کار کردن دیگه. اگر از او پیدا کنیم مشکل نیست. در غیر از او سیخایی که جدا از ملی استیل و خان استیل اگه باشد اونها در کیفیت پایان است. خب در قسمت قالب بندی هم دوستا بسیار کوشش کنه که قالب بندی بسیار مقبول، لشم بدون عوارض باید باشد و حتما هم رای کانکریت سیخ که جغل کرش که جغل کرش در مالستان بسیار نزدیک است. ما جغل کرش این تا تیلوم هم بردیم تا بوسید را در بسیار پولای جاغوری ما از امزی مالستان بردیم. در اینجا بسیار نزدیک است. بر رقم کرش اینجا بسیار خوبش است، مقبول است و بسیار از نگاه لابراتوار بهترین جغل در این منطقه حساب شده. یعنی موضوعات است که دوستا در نظر بگیرن و عمق تعداب کوشش شود که در جای باید برسه. چرا تمام چیز از تعداب خراب میشه. اگر ما سر زیر هر قدر پختکاری کنیم تعداب اگر سست ماند، اگر به جایش نرسید دیگه ممکن است که عمر پول ما کمتر بیه. و در مجموع تلاش ما است امروز دوستان مشوره داریم که باید از کار خود نظارت کنه. اگر خود از نظارت نکنه یا یک نفر ناظر باید سر کار باشد. و در قسمت آبدهی چون تابستان است ما میال امروز 8 جوزا است، بعد از هوا گرم میشه باید در روزی حداقل 3-4 بار مت خوب غرقه شود. چون سمیت اول می کفته و اگه زیاد چش در میخوره، دومی که اگر سمیت او دادی به من داده جوشش خورا میکنه. خب بازم ما مردم حتما اول خواد گرفتیم. بازم اگر بسیار وقتا که منطقه هم نبودیم تلفن هم در خدمت از این است. ما کوشش ما است که یک کار بسیار خوبش، کار مقبول و کار اساسی با کیفیت، کار درست شود که داینده همگی همینجا که تیر شود بگه خیر ببینی. گرچه در وطن همیشه یک دوکری مونه اگر خوب کار کنیم یک دوکری، اگر بد کار کنیم اگر دوکری کرد خوبه در پالوش همون خوبه. اگر هم دوکری کنیم هم بد بگه هیچ خوب نیه. تشکر دوستا، بیننده عزیزا، کسایی که ما رو میبینن، خصوصا کسایی که ما رو کمک میکنه، یک جهان تشکر. ما امروز همراه دوستای کمرک نشستیم دیگه. انشالله دیگه بعضی گپایی که در نظر است او را به خیر بین خود گپ میزنیم تا کسایی که نه اینجا برنده میشه و خدا اونا رو موفق کنه. تا ای که مواد میارن یک مقدار سیخ باید خریده شد و ما بهش میگیم که چقدر سیخ بخر. سیخای سرد یال در کار نی، فقط سپلا سیخای زود کار است. سیخای خودی همون پایه که از بین سنگ میره وی در کار است. یک مقدار سیمنت بیاره، ریگ بیاره، یک مقدار جغل تگفار بیاره که حداقل کار شروع میشه. هم روزی که اسکواتر کندن کاری میشه صبح فوراً باید کارهای خودنا شروع کنن. و در پالویزی چیزی که بسیار مهم است واتر پمپ حتما باید داشته باشد. میکسر به میکسر هرگز اینجا کار نکنن. چی در سنگکاری است چی در کانکریت است همراه بیل اجازه نیست. این باید دوستان توجه داشته باشد. دیگه موضوعی که کار چی رقم پیش میره این کوشش شود که اگر ما بیتاریم تا تای 2 ماه الی 3 ماه کار خلاص کنیم بسیار خوب است. شما خبر است که اکثرا در سالهای که یک ذره بارندگی زیاد میشه در تابستان موضوع سیل است که اینجی خطای خدای نخواسته اگر ما نمکاره باشد سیل ما در چندین جای ما کار شده که وقتی که وقتای قالب بندی بوده سیل هم در قالب مالی بقصیخ میخورده دیگه. همون تو شوه که خصوصا در 15 تا 25 تا آخری اسد همیشه هر سال خطر سیل است. کوشش شوه که اون موقع اگر سرش هم اگر پورت نشد باید دیگه کارش باید خلاص شد. خب به صورت کار به این شکل انشالله پیش بره و گزارش برای دوستای بیرون هم باید هفتهوار داده شود یا روزانه داده شود. و از چینل یوتیوب های داخل کمرک شما خبر قومای کمرک سر خانه 5 دانه یوتیوب داره، ششم دشم استپنیه یا باید گزارش زیر خوب صحیح بیده دیگه. تشکر میکنم از همه دوستا و بینندای خود، خصوصا برادرای کمرک ما که واقعا لطف کردن، محبت کردن برای قومای اینجا کمک میکنه که تا یک وای پول ساخته شود. استاد بخیر ما در منطقه کمرک یک بار آمده بودیم، یک در قسمت بالا یک شبکه آب در ضرورت داشتن. آقای رضایی در هرات است، اونا
تقاضایی داشتن که ما آب آشامیدنی نداریم. گفتم خب ما یک دفعه صدای شما را بالا میکنیم. گفتی برای پشتون ما که دستمان بالا کردی بعد از او چی میشه. تشکر، سلامت باش. خب حاجی صاحب شما